اما خب طبق وعده‌ای که دادیم میخوایم اولین ویدیو در رابطه با رسم الخط و نحوه نوشتن زبان بلوچی رو داخل کانال منتشر کنیم. اول از همه بگیم که منبع اصلی ما کتاب رسم الخط سید ظهور شاه هاشمی، کسی که به عنوان زنده نگهدارنده رسم الخط زبان بلوچی شناخته میشه هستش. در رابطه با اهمیت دانستن زبان و ادبیات، مهاتما گاندی میگه که کسی که وتی زبان و لبزاک نواند وتی راج دفتر ذات نکن و کسی که وتی راج دفتر مزاند آیا وانداتی نیست، که ترجمهش میشه اینکه کسی که زبان و ادبیاتش رو نخونده باشه تاریخش رو هم هرگز نخواهد دونست و اون کسی که تاریخش رو ندونه آینده ای نداره. علاوه بر اون یه مثل فرانسوی وجود داره که میگه کسی که وتی ماتی زبان یاد نگه و نزاند آیا، که یعنی کسی که زبان مادریش رو نمیدونه و یاد نگرفته باشه وحشی. همچنین خود سید هاشمی میگه که ملتی که گنگ باشه و زبان خودش رو ندونه از بین خواهد رفت، گرچه چند صباحی همچون مرده متحرک باقی بمونه. راجی که ببید گنگ نمانید مانید به اداروکی بزان زندگا مردار. طبیعتا اول همه با حروف الفبای زبان بلوچی شروع میکنیم که داخل زبان بلوچی به حرف میگن آب. یعنی ما داخل زبان بلوچی 25 آب یا همون حرف داریم. خارج از این 25 حرف هر چیز دیگه داخل، هر حرف دیگه داخل کلمه پیدا بشه، اون کلمه یا مال زبان بلوچی نیست یا به صورت اشتباه داره نوشته میشه. این 25 حرف رو داخل تصویر میتونیم مشاهده بکنیم. اما خب بسیاری از این حروف داخل زبان عربی و فارسی هم مشاهده میشن و خب مشترک هستن. لذا شاید خیلی نیاز نباشه ما در این باره توضیح بدیم و فقط بعضی حروف که نیاز به توضیح دارن رو در ادامه با هم دیگه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. الف اولین حرف زبان بلوچیه که اگه اول کلمه بیاد نیاز داره که حرکتش مشخص بشه، یعنی یا فتحه بگیره یا ضمه یا کسره. اما خب اگه در وسط یا آخر کلمه بیاد نیازی به نشونه نداره، مثل بازار، کاپر، پادا. اما آی کلاهدار داخل زبان بلوچی همون الفیه که کلاه روش گذاشته شده و خب معنیش با سایر زبان‌ها کاملا فرق میکنه. آی کلاهدار داخل زبان بلوچی به معنی آن میاد، یعنی وقتی ما میگیم آلوگ یعنی آن خونه. معادل آی کلاهدار داخل زبان فارسی آنه، داخل عربی زالکه و داخل انگلیسی دت. در رابطه با حرف پ هم میتونیم بگیم که داخل عربی این حرف وجود نداره، اما خب فارسی و اردو و انگلیسی این حرف رو دارن. پنجمین حرف یا آب داخل زبان بلوچی هم داخل الفبای فارسی وجود نداره. در رابطه با 17مین حرف داخل زبان بلوچی هم که گ هست، میتونیم بگیم که در واقع داخل زبان بلوچی مصدر تمامی فعل‌ها به حرف گ ختم میشه، یعنی بندک، جنک و ورک داخل زبان فارسی معنی میشن بستن، زدن و خوردن، که همونطور که داخل زبان فارسی نون مصدری و آخر مصدرها میاد، داخل کلمات مصدری هم داخل زبان بلوچی گ به عنوان حرف آخر میاد. اما امروزه داخل سرزمین‌های بلوچ نشین متاسفانه نحوه نوشتن عربی داره استفاده میشه، چرا که به تعبیر سید ظهور حتی رسم الخط امروزه فارسی هم برگرفته از رسم الخط عربی و فارسی قبل از اسلام و ورود اعراب به ایران اینطور نوشته نمی شده، هرچند که تغییراتی داخل اون ایجاد شده و کاملا رسم الخط عربی نیست، ولی خب از اونجا به این منطقه منتقل شده. همچنین سید ظهور اعتقاد داره این رسم الخط نمیتونه داخل زبان بلوچی استفاده بشه، چرا که بسیاری از جاها توانایی انتقال کلمات بلوچی و معنی اونها رو نداره. لذا ما باید رسم الخطی تقریباً ویژه زبان بلوچی داشته باشیم. داخل جدول 12 حرف رو مشاهده میکنیم
که داخل رسم الخط زبان عربی وجود دارند اما داخل بلوچی وجود ندارند و ما باید معادلی برای اونها داشته باشیم. به طور کلی استفاده از حروفی که داخل زبان عربی هستند و داخل بلوچی وجود ندارند برای کلمات بلوچی اشتباهه و از لحاظ نوشتاری غلط. ما باید برای همچین حروفی معادلشون رو داخل زبان بلوچی استفاده کنیم. یعنی به عنوان مثال برای کلماتی که سه نقطه یا صاد دارن از حرف سین استفاده کنیم، چرا که زبان بلوچی برخلاف زبان عربی تلفظ جداگونه‌ای برای سه نقطه یا صاد نداره و هر سه این حروف رو به عنوان سه تلفظ میکنه، در صورتی که داخل زبان عربی سه نقطه، سین و صاد تلفظ مختلفی داره با هم. همچنین سید ظهور اعتقاد داره استفاده از این حروف داخل زبان فارسی هم معنی نداره و اینکه الان داره استفاده میشه یه چیز رایج ولی غلطه. اما سید ظهور در رابطه با حروف خ، ف و ق نظر متفاوتی داره و میگه که این حروف هم داخل فارسی هستن و هم داخل عربی، برخلاف سه نقطه که فقط داخل عربی. این سه حرف داخل فارسی و عربی مشترک هستن اما داخل زبان بلوچی وجود نداره. به عنوان مثال خ رو ما داخل کلمات فارسی مثل خشت و خاک میبینیم اما توی بلوچی به این کلمات میگن هشت و هاک، یعنی خ با ه دو نقطه جایگزین شده. کلماتی که خ دارن داخل زبان بلوچی به جای خ ه آورده میشه که استثناءاتی هم وجود داره. مثلا ناخن داخل زبان بلوچی باید گفته بشه ناکن، هرچند که امروزه ناهن هم استفاده میشه اما در گذشته استفاده نمیشد. و باز هم میتونیم بگیم که اگه داخل فارسی خ و واو پشت سر هم و با هم دیگه بیان، اون هم داخل اول کلمه، مثلا کلماتی مثل خوش، خوشدل، خود و خواهش، داخل این کلمات خ اصلا خونده نمیشه. مثلا خوش که خ و واو اولی کلمه اومدن تبدیل میشه به وش داخل زبان بلوچی، خوشدل تبدیل میشه به وشدل، خواهش تبدیل میشه به واهش. علاوه بر خ، غ هم داخل زبان فارسی وجود داره که داخل زبان بلوچی به گ تبدیل میشه. مثلا کلمه بغل تبدیل میشه به بگل، یا ف که داخل زبان فارسی وجود داره داخل زبان بلوچی به پ تبدیل میشه. مثلا کلمه گفتار تبدیل میشه به گفتار. شاید برای بعضیا این سوال پیش بیاد که خب ما اگه بیایم مثلا غ رو تبدیل به گ بکنیم که اصلا معنی کلمه عوض میشه، در صورتی که همچین چیزی نیست و این موضوع برای بالای اول توسط ما نیست که داره مطرح میشه، بلکه داخل زبانهای دیگه هم همین قاعده وجود داره. مثلا عرب ها چه ندارن و اصلا کلمه بلوچ رو بلوش تلفظ میکنن و حتی بلوش هم مینویسن و خب این چیز غلطی هم نیست. وقتی داخل زبانی حرفی وجود نداره باید برای اون معادلی در نظر گرفته بشه. در رابطه با زبان بلوچی هم همینطوره. وقتی ما داخل زبان بلوچی یک حرف رو اصلا نداریم خب نمیتونیم از اون استفاده میکنیم و این اصلا به این معنی نیست که معنی اون کلمه عوض میشه. لذا ما باید حواسمون باشه از حروفی که داخل زبان بلوچی وجود ندارن برای کلمات بلوچی و داخل نوشتن سخنان بلوچی استفاده نکنیم. مثلا وطن رو با تای دسته‌دار ننویسیم یا فاطمه رو نگیم فاطمه، چون ف داخل زبان بلوچی وجود نداره و فاطمه داخل زبان بلوچی پاتما نوشته میشه. یا ان که داخل زبان بلوچی وجود نداره حرف جایگزینش الفه، به صورتی که ما عارف رو می نویسیم عارف و نعیم رو می نویسیم نعیم. یا مثلا قی دو نقطه داخل زبان بلوچی اصلا وجود نداره و اصلا در کل ق داخل زبان بلوچی وجود نداره و ما قربانی رو باید بنویسیم قربانی. باز هم میگیم اصلا ما اینجا منظور خاصی نداریم یا اصلا نمیخوایم تعیین تکلیف کنیم، فقط میخوایم بگیم که آموزش زبان بلوچی نوشتنش به این شکله و خب اگه کسی میخواد به صورت درست بنویسه باید این نکات رو رعایت کنه.
طبیعتا خب نمیشه یک زبان رو با یه زبان دیگه نوشت. اگه کسی میخواد سخنان بلوچی رو بنویسه خب باید از رسم و خط زبان بلوچی استفاده کنه، چرا که هیچ وقت نمیشه زبان فارسی رو با رسم و خط زبان عربی نوشت و این قاعده برای همه زبان ها صدق میکنه. اما برای اینکه این توضیحات ملکه ذهن ما بشه و راحت‌تر یاد بگیریم ما از شما یه خواهش داریم، اونم این که کلماتی رو داخل زبان فارسی پیدا کنید و معادلشون رو داخل زبان بلوچی بنویسید. یعنی کلماتی که خ دارن، ف دارن و سایر حروف که داخل زبان بلوچی نیستن و ما باید معادلشون رو استفاده کنیم. همچنین کلمات عربی که امروزه دارن اشتباه داخل زبان بلوچی استفاده میشن، مثل وطن که با ت دسته‌دار نوشته میشه در صورتی که ما اصلا داخل زبان بلوچی ت دسته‌دار نداریم. این حروف رو برای ما کامنت کنید و کمی در این باره فکر کنید تا هم ملکه ذهن شما بشه و هم سایر عزیزان هم استفاده کنند.